اونجایی که قراره که برای سازمانشون، برای فعالیتشون فاند بیاد، اونجا پول امپریالیستی مشکلی نداره. کی گفته که همه کویرها باید عاشق فلسطین باشن؟ خیلی از اعضای جامعه کویر رهبری رضا پهلوی رو برای دوران گذار قبول کردن، ولی این به معنای این نیست که سامانه پادشاهی خواهی الزاماً همبند هستن. اولین سازمان‌های کویری هم که در آمریکا به وجود میان مشخصاً سربرگ مارکسیستی دارن. همکاری با گروه‌های چپ نگاهشون به جامعه ایران از دیماه گذشته به این و باعث شد که خیلی فاصله بگیرن. در فردای انقلاب این ائتلافی که صورت گرفته بین کویر ایرانی و اردوگاه راست، اردوگاه پادشاهی، ائتلاف ماندگاری خواهد بود یا تهدیداتی این رو دنبال میکنه؟ پذیرفتن رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار توسط برخی از اعضای جامعه کویر، در جمله دوستانی که رفتن دیدار کردن، این بیشتر یه حالت اعلام حالا حمایت و البته در کنارش مطالبه گریه. از اونجایی که اسلام و چپ در یک جا، اونم دوباره دشمنی با غرب، به هم میرسن، خیلی چپ کاره زیادی با اسلام نداره. از این نیست که جنبش‌های عدالت‌خواهی رو چپ آورده باشه، به ویژه در ایران خیلی از اینها رو مدرنیسم آورد، مدرنیسمی که حکومت داشت جلو می‌بردش قبل از